سلام، توی این ویدیو میخوام داستان فیلم دورافتاده رو براتون تعریف کنم. ابتدای داستان ما زنی به اسم لوری رو میبینیم که اومده به دیدن خواهر کوچیکترش ارین. اونا توی رستوران میشینن و لوری به ارین میگه که فهمیده شوهرش داره بهش خیانت میکنه. ارین با شنیدن این تعجب میکنه که چرا ازش تا الان جدا نشده. لوری میگه شوهرم هنوز نمیدونه که من اینو میدونم و دختری که باهاش داره بهم خیانت میکنه حامل است. ارین میگه که من میدونستم که شوهرت داره بهت خیانت میکنه و بهش گفتم که این کارو نکنه و به تو هم نگفتم که ناراحت نشی. لوری که اینو میشنوه خیلی از دست ارین ناراحت میشه و سرزنشش میکنه که چرا زودتر بهش نگفته. اونا دعواشون میشه و ارین هم عصبانی میشه و از اونجا میره. لوری و ارین فردا پرواز دارن و میخوان از فیجی برگردن به شهرشون. صبح روز بعد لوری میره به فرودگاه و اونجا منتظر خواهرش میمونه و وقتی که دید نمیاد بهش زنگ میزنه ولی ارین خوابیده و حتی گوشیشو جواب نمیده و لوری بدون اون سوار هواپیما میشه. توی راه هواپیما به شدت میلرزه و لوری بدجور وحشت میکنه و محکم دسته‌های صندلیشو میگیره. بقیه مسافرام خیلی ترسیدن و در واقع هواپیما به یه طوفان شدید رسیده. یکی از بالاهای هواپیما آتیش میگیره و همه وحشت میکنن. خلبان سعی میکنه که هواپیما رو کنترل کنه ولی هواپیما سقوط میکنه و توی جنگل میفته. بعد از چندین روز ارین میفهمه که پرواز خواهری سقوط کرده و همه به این باورن که اون پرواز توی اقیانوس سقوط کرده و همه سرنشیناش مردن. حتی شرکت بیمه هم اعلام میکنه که لوری مرده و ارین هنوز فکر میکنه که خواهرش زنده است چون اون هواپیما هنوز پیدا نشده. شوهر لوری میگه که شاید واقعا خواهرت مرده ولی ارین تسلیم نمیشه و روزا و شبا مشغول تحقیقه. یه روز ارین کشف میکنه که لوری از یکی از کارتای اعتباریش توی یکی از مغازه‌ها توی فیجی استفاده کرده و این باعث میشه که اون احساس کنه که خواهرش زنده است. آدرس اون مغازه رو پیدا میکنه و به شوهر لوری میگه که کارت اعتباری زن تو 3 هفته پیش استفاده کردن. شوهر لوری میگه که شاید بعد از مرگش کارتش یه نفر پیدا کرده و از اون استفاده کرده ولی ارین فکر میکنه که یه سرنخی پیدا کرده و آماده میشه و سوار هواپیما میشه که بره به فیجی. داستان برمیگرده به چند هفته قبل که لوری توی اون جنگل افتاده بوده. بعد از مدتی اون به هوش میاد و از هواپیما میاد بیرون. بعدش خلبان اونو میبینه و ازش میخواد که بیاد کمکش و افراد زخمی رو از هواپیما بیارن بیرون. اون میبینه که چندین نفر توی این سقوط مردن و بعدش اونو چند تا از آدمو که زنده موندن زخمی‌ها رو میارن بیرون و میبینن که هواپیما توی جزیره سقوط کرده. اونا افراد زخمی رو میذارن روی شنای ساحل ولی یکی از دخترایی که بدجور زخمی شده جلوی چشمشون میمیره. کلاً 6 نفر جون سالم به در بردن. لوری، خلبان، یه تاجری مرد به اسم فیلیکس و یه زن و بچه کوچولوش. اونا میرن بیرون به امید اینکه کمکی پیدا کنن ولی میفهمن که این جزیره مسکونی نیست و توی این جزیره تنها و بعد اینکه نقشه رو نگاه کردن میفهمن که توی جایی گیر افتادن که از اونجا در اومدن خیلی سخته و حتی کمتر کشتی و قایقی به اونجا میاد. خلبانه به زن زخمی کمکی نمیکنه ولی یکی از مردا که تجربه پانسمان کردن داره میاد به کمکش. فیلیکس همراهش یه چاقو و یه تفنگ نیزه‌ای داره و این باعث میشه که همه ازش بترسن و به چشم بد ببیننش. اونا هر چه غذا و آب دارن از توی هواپیما جمع میکنن و کم کم میخورنش چون ممکنه طول بکشه که کسی بیاد برای نجاتشون. زیاد غذایی برای خوردن ندارن و حال دختر خرابه و بچه‌ش هم داره از گشنگی رنج میکشه. لوری نمیتونه این وضعیت رو تحمل کنه پس بچه رو میبره به پیاده روی توی جنگل ولی توی راه یک کروکودیل میبینه و از دیدنش وحشت میکنن و فرار میکنن. بعدش میاد و به همه میگه که یک کروکودیل دیده و همه از شنیدن این میترسن. بعدش اونا یه قایق توی اقیانوس میبینن و میرن به یه جای مرتفع تا آتیش روشن کنن و کمک بخوان. لوری یه فندک توی کیفش داره ولی وقتی میره که اونو بیاره میبینه که فندکش اونجا نیست و فکر میکنه که یه کسی اونو برداشته. همه به همدیگه زل میزنن و به همدیگه مشکوکن ولی کسی صداشو در نمیاره. تو همون حین اون قایق از اونجا میره و بعدش فیلیکس با تفنگ نیزه‌ایش میره به اقیانوس تا ماهی شکار کنه و لوری هم میره که از درخت‌ها میوه بچینه. اون یه شکلات قایم شده پیدا میکنه روی درخت و با دیدن این احساس میکنه که یه نفر توی گروهشون یواشکی اینا رو داره میخوره. لوری میاد و به همه میگه که یه نفر داره بهشون خیانت میکنه و یواشکی شکلاتا رو قایم میکنه و میخوره.
همه شروع میکنن به مقصر جلوه دادن و همدیگه و دعوا میکنن. پیرمرده با دیدن این خیلی ناراحت میشه و دروغکی میگه که من دزدیدم، ولی لوری میفهمه که اون داره دروغ میگه. و بعد از مدتی اون مرد میره به سمت دریا و لباساشو در میاره و تصمیم میگیره که به زندگیش پایان بده. زن اون توی سقوط مرده و الان اون داره احساس میکنه که یه باری روی دوش دیگرانه. برای همین خودشو غرق میکنه و میمیره. لوری بعد از اینکه میفهمه اون خودکشی کرده خیلی ناراحت میشه. اونا یه جعبه میبینن که بغل استخره و ممکنه که از کشتی افتاده باشه و توش کمی غذا باشه، ولی اون جعبه زیر صخره است و اونا باید از صخره برن تا به اون برسن. لوری بدون اینکه بترسه از صخره میره پایین به سمت جعبه، ولی یواش یواش شروع میکنه به غرق شدن و یهو فیلیکس از راه میرسه و اونو نجات میده. فیلیکس اون جعبه رو هم میاره، ولی وقتی بازش کردن میبینن که تو اون جعبه فقط بسته های شامپو نرم کننده است و خیلی ناراحت میشن. یه فکری به سر فیلیکس میزنه که سیمای نرم کننده رو از توی جعبهشون در بیاره و با اونو و یه کم چوب یه قایق بسازه، ولی اون قایق فقط گنجایش یه نفر رو داره و همگی با هم تصمیم میگیرن که فیلیکس با اون قایق بره و کمک براشون بیاره. قبل از اینکه بره فیلیکس به لوری یاد میده که چطوری با تفنگ نیزه‌ای شکار کنه تا بتونن ماهی بخورن و زنده بمونن. لوری قبلا فکر میکرده که فیلیکس آدم خوبی نیست، ولی رفته رفته داره نظرش عوض میشه و از اون خوشش میاد. فیلیکس هم یواشکی انگار از لوری خوشش اومده. تاجر و دخترم که مادر یه بچه است کم کم از همدیگه خوششون میاد و شب لوری کارت اعتباریشو میده به فیلیکس تا اگر تونست در بره از اون استفاده کنه. فیلیکس وسایلشو جمع میکنه و آماده میشه که فردا صبح با قایق از اونجا بره، ولی نصف شب وقتی همه خوابن خلبان یواشکی قایقو برمیداره و با وسایل فیلیکس سعی میکنه که از اونجا فرار کنه، ولی یه دفعه لوری اونو میبینه و داد میزنه. وقتی اون خلبان وای نمیسته لوری با تفنگ نیزه‌ایش بهش شلیک میکنه و نیزه به شونه مرده میخوره و اونو زخمی میکنه، ولی اون موفق میشه که با قایق از اونجا دور بشه. داستان به زمان حال برمیگرده و ارین به همون مغازه توی فیجی میره به دنبال خواهرش. اون با صاحب مغازه حرف میزنه و از دوربینای مداربسته فیلم کسی که از اون کارت استفاده کردن رو نگاه میکنه. اون میبینه که مرده همون خلبان هواپیماست. ارین از دیدن اون شوکه میشه. اون از اونجا خارج میشه و زود جای اون خلبان رو پیدا میکنه و میره به خونش. اونجا اون دختر خلبان رو میبینه و ارین بهش میگه که پدرت زنده است. اون فیلمو بهش نشون میده و دختره از شنیدن اون شوکه میشه و بعدش با دختر اون خلبانه همراه میشه که برن به یکی از خونه های اون و دنبالش بگردن. ولی در اصل اون مرد خلبان نیست و وقتی ارین میره توی خونه میبینه که اون دختره هم دختر خلبان نیست و یک کیف پر از پول اونجا پیدا میکنه و شوکه میشه. اون یکی دختره مشکوک میشه که ارین شاید از چیزی بو برده باشه و حقیقت رو فهمیده باشه، برای همین تفنگش رو به سمت اون میگیره. بعدش خلبان میاد و اون یکی دختر از پشت میزنه و بیهوشش میکنه. بعدش کیف پولو برمیداره و با ارین سوار موتورش میشه و از اونجا دور میشن. توی راه خلبانه میگه که خواهرش مرده و اون تنها نفریه که از اون تصادف زنده مونده. اون میگه که زندگیش توی اینجا تو خطره و باید از اونجا دور بشه و در مورد اون به هیچ کی نگه. بعدش همون دختره به ارین زنگ میزنه و ازش میخواد که گوشی رو بده به خلبان تا باهاش حرف بزنه. دختر واقعی خلبان توی گوشی میگه که این زن منو گروگان گرفته و اگر بیای منو ول میکنه. خلبان همراه با ارین میرن به خونه دختر واقعیش و بعدش کیف پولو قایم میکنه و به ارین میگه که بیرون منتظر باشه. دختره ازش میخواد که اونو ببره به جایی که هواپیما سقوط کرده. خلبان نمیخواد این کارو بکنه، ولی دخترش التماس میکنه که اونو نجات بده. خلبانم قبول میکنه و تصمیم میگیره که دختره رو ببره به جزیره. ارین به حرفاش یواشکی گوش میداده و وقتی هر دوشون از اونجا رفتن ارین تعقیبشون میکنه. خلبانا و دختری هواپیما کرایه میکنن و شروع میکنن به پرواز و نمیدونن که ارینم یواشکی سوار همون هواپیما شده. دختره اسلحه‌شو به طرف خلبان نشونه میگیره و 24 ساعت مواظبش. بعد از چند ساعت خلبان هواپیما رو توی اون جزیره فرود میاره، ولی یکم دورترش. از این ورم دختری که از هواپیما میاد پایین شروع میکنه به دنبال اون تاجر میگرده. توی این صحنه میبینیم که خلبان میخواد دختره رو اونجا ول کنه و سوار هواپیما بشه و برگرده. ارین هم از اون هواپیما پیاده میشه و شروع میکنه به دنبال لوری گشتن. این ور جزیره لوری و فیلیکس و تاجر و اون دختره بچه‌دار همگی با هم عین یک کاپل زندگی میکنن و خیلی خوشحالن. اونا کلبه خودشونو ساختن و فکر میکنن که اون خلبان تا الان مرده. دختره و تاجره میخوان که تا آخر عمر توی این جزیره بمونن، ولی لوری اینو نمیخواد و میخواد که برگرده. اون عاشق فیلیکسه ولی میخواد که بره و خواهرش رو هم ببینه، ولی فیلیکس میخواد که اونجا با لوری بمونه. شب لوری میفهمه که اون دختره بوده که فندکشو دزدیده بوده و به خاطر اون نتونستن آتیش درست کنن و از اونجا فرار کنن. لوری عصبانی میشه و داد میزنه و دختره میگه فکر میکردم که قایقای بیشتری قراره بیاد. اون میگه که من نمیخواستم اون موقع از این جزیره برم و اومدم و
فندک رو دزدیدن. اونا بحثشون میشه و در آخر دختری گریه میکنه و میره. بعد از مدتی لوری یه عکس قدیمی تاجر اون دختره رو پیدا میکنه و شوکه میشه. بعدش یهو صدای یه فریاد از توی ساحل میاد. لوری و فیلیکس میدوئن به سمت ساحل و اونجا میبینن که اون تاجر تنهایی نشسته و داره گریه میکنه. اون میگه که من اون دختر رو سرزنش کردم و اون با عصبانیت رفت توی دریا. فیلیکس هم زود میره توی دریا تا اون دختره رو نجات بده. لوری مشکوک میشه که شاید این مرده عمدن دختره رو غرق کرده و کشته. برای همین وحشت میکنه و میدوه به سمت جنگل. خلبان توی جنگل ارین رو میبینه و میگه که تو رو میبرم پیش خواهرت. اون میگه که تو آماده شو، موتور قایق رو روشن کن که من حواس اون دختره رو پرت کنم. ارین همون کارو میکنه و بعدش خلبان دختره رو اونجا میذاره و میاد و با قایق از اونجا میخوان برن که یهو دختره از پشت بهشون شلیک میکنه و یکی از گلوله‌ها به دختره میخوره و بدجوری زخمی میشه، ولی موفق میشن که از اونجا برن. وضعیت خلبان خیلی بده و به ارین میگه که من با اون تاجره یه معامله کردم و اون بهم پول داد که یه فرود ناگهانی داشته باشن و میخواست که دوست دخترشو بکشه چون اون متأهل بود و از اون دخترم یه بچه داشته. اون میخواسته از دست اون دختره راحت بشه ولی اون دست از سرش بر نمیداشته و تهدیدش میکرده و تاجر همراه با خلبان یه نقشه میریزن که وانمود کنن که هواپیما سقوط کرده و بعدش همونجا دختره رو بکشن. تاجر همون دختره رو به بهانه تعطیلات سوار اون هواپیما میکنه ولی یهو خلبان توی جزیره همه رو ول میکنه و فرار میکنه و نقشهشون طبق روال پیش نمیره. بعد تعریف همه اینا به ارین، اون درجا جونش رو از دست میده و دختری که به زور خلبانو آورده اینجا فهمیده که تاجر باعث شده که هواپیما سقوط کنه و تمام اعضای خانواده‌اش توی اون تصادف مردن. حالا اون میخواد با کشتن تاجر انتقامشو بگیره. صبح روز بعد ارین هواپیما رو فرود میاره تو جایی که اون هواپیما سقوط کرده بوده و شروع میکنه به دنبال لوری میگرده. اون لوری رو توی جنگل پیدا میکنه و هر دوشون از دیدن همدیگه خیلی خوشحال میشن. ارین میگه که همین الان باید از اینجا بریم ولی لوری میگه که نمیتونم فیلیکس و بچه رو اینجا ول کنم. هر دوی اونا از جنگل میرن به طرف کلبه ها. بعدش تاجر با چاقو فیلیکس رو میگیره و میخواد که اونو بکشه که لوری بهش حمله میکنه و اونو میکشه. و بعد این لوری و ارین و فیلیکس با قایق از اونجا میخوان برن که فیلیکس میگه که من نمیخوام برم. لوری عاشقشه و اون همونجا با فیلیکس و بچه میمونه و یه زندگی جدیدی رو شروع میکنه. دختر خلبانم پولایی که خلبان پیدا کرده بوده رو پیدا میکنه و خیلی خوشحال میشه و یه فاتحه برای باباش میفرسته و فیلم همینجا تموم میشه.